سلام هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب و به همتا را شکرانه میگم برای تمام خوبی هاش. اما بعد چون هر وقت سخنرانی و برآمد گفته های ما آیدی مردم کشورمان که تاجیکستان عزیز است و برای آبادی و پیشرفت و فایده برای مردم تاجیکستان است، سخن ما شروع می شود تا اینکه یک فایده، یک خوبی از گفته های ما مردم تاجیکستان و شما بیننده ها گرفته باشین، یعنی تاثیر داشته باشه سخن های ما. چون که از خرسندی، از نمیدونم مجبوری، از بیکاری ما صحبت نمیکنیم. همه صحبت ها به خاطر فایده هم به خودی بنده هم به شما است که یک نقش مهمه یا یکی از سهمی مهمه در آبادی کشور و آینده کشورمون داشته باشیم. اولا ما صحبتمون معلوم و مشخص است آیدی جشن‌های در تاجیکستان گرفته میشدن و میگیرن و خواهند گرفته است. به خاطری که درباره جشن صحبت کنیم، ما یک کمیته داریم به نام کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها که سال 2007 ایرا قبول کردند. چون این کمیته تشکیل شد و تا امروز داره فعالیت میکنه و زیاد شما این کمیته را در مو حالتی میشناسین که زاد روز یگان توی خرسندی مرکه یگان جشن ها وقتی میگیرین، این کمیته در همه وقت میآید، یعنی تنظیم، نظارت، کنترل، دفتر روچکه شما را جریمه جزا میدونین که دسترخوان نباید که میوه سیوه داشته باشه، زیاد مهمون نباید در توی مرکه 150 زیاد نباشه، ساعتی توی 2 ساعت باشه زیاد نباشه. همه اینا یا تنظیم کردن، کنترل کردن تا اینکه هم شما را نظارت کنن، هم شما را بترسونن، هم از شما پول به دست بیارن، یعنی حرام خوری کنن. خب تا این وقت در جشن های بگیم خصوصی، در محفل های خصوصی، یعنی شهروندان ما و شما اینها دخالت کردن. از سال 2007 تا 2020 علاکه 13 سال می شود که جشن های ما داریم، جشن های بزرگ، جشن میلادی سال نو، نوروزی و ایون 27 ایون جشن وحدت و استقلالیت، جشن هایی که بزرگن، مصرف های کلان در این جشن ها رسخود می شود. ما در اینجا بغیر از اینکه ما داریم جشن های سیب، کارتشکا، پیاز، نان، سبزی، نمک، شکر، قند، شکلات، مکلات، اینا در دیگه ما ولی گپ نمیزنیم. در این جشن های کلان که مصرف های بزرگه رسخودش اسراف کاری گفته امام علی می شود و سخنهای همین ملعون امام علی هم یعنی گشته و برگشته در جلسه به جلسه، همین ناحیه به ناحیه، شهر به شهر میگرده. فقط سخنش چیه؟ صرفه و سرشته کاری، مصرف کاری، اسراف کاری، خراجات های بی‌معنی نکنین. فقط شما را در اون وقتای عید قربان نزدیک شوه، عید رمضان نزدیک شوه، همین را در فکر شما میاره. همین گپای خدا و رسول میگه. بله ما قبول داریم که خدا و رسول، شریعت، اسلام، حتی عقل انسانی اجازت نمیده که مصرف های بی‌معنی، خراجات های زیاد بکنی. ایرا هیچ عقل هم اجازت نمیده، اسلام هم، شریعت هم. بله ایده ما قبول داریم این گپا. اما در چنین حالت، عین حال ما در جشن قرار داریم که نوروزیش میگن. از همین ماه مرد که تبلیغش سر شد، الان یعنی اوج جشنش گرفتن و تا شاید 1 هفته 2 هفته دیگر این جشن نوروزی دوام داره. از قبیل این رقص بازیش که تمام شد نشد،
ولی معلوم نیست. بزدوانی حیوانات را طرف و طرف میکشند. گوشتینگیری و کرتای چکن، کرتای اطلس را رکلام کردن و نمایش گذاشتن. در اینجا کمیته دین آیا دخالت میکنه؟ کدن شما ما ندیدیم. آیا دخالت میکنه یا که نمیکنه؟ تنظیم کجا شد؟ کمیته دین هم تنظیم هم عنعنه و هم جشن ها. سه چهار کمیته چی برنامه را، سه چهار محفل ها و عمل ها را در یک کمیته جو کردن و برای نظارت کردن مردم اینا را بگیم که پیاده کردن. خب در جشن نوروزی این کمیته را ما ندیدیم. صاحبش کلی سلیمان دولتزاده، یک بشرف بناموسی حرامزاده، یکی ای با اینام اسلام زیاد گپ میزنم. یا همون ضد دینن که کمیته دینن، اما ضد همون دینیان که خدای ما و شما بنده هاش به او دستور داده یا که راهنمایی کرده، یا ضد همون دینن. خب نگاه کنین، جشن نوروزی را با تمام بگیم خرافات پرستی و با تمام بدعتاش اینو جشن گرفتن. حالا یکی گپای امام علی دویم بارم میگم که همش میگه که خرافات پرستی نشوه، بیگانه پرستی نشوه. در همین جشناش بیگانه پرستی، خرافات پرستی، حرام پرستی، شیطان پرستی بود. در این هم جشناش بود. اونها حرامزاده سلیمان دولت رئیس کمیته دین چی به ندید، چی به جواب نداد. اونها متهم مکرمش باشه، نه آیات نه حدیث نه فتوایی چی نمیبره برای جشنهای بیمانی و برای سرگردانی مردم. خب ما میبینیم در این جشنی از اون جمله نوروزی ضررهایی که میرسه به تمام مردم، یکمش وقت جای، وقت، ساعت، منوت. شما تصور کنید که یک جشن همین نوروزی را یک ماه پیش طلبه ها یا یکی همو دانشجوها، یعنی هم مکتبیون هم دانشجوها، بغیر از این مردم عادی نام بپس بده خالای فلانی او بیار مامای فلانی بده رفیده را بگی بده کرتای چکن پوش، کرتای اطلس پوش بده، توفلی تمره بده ما برم اونجا رقص کنم یا که تمرین کنم یا یکی مشق کنم. اینا همش کارای به معنی یک وقت گذرونیه. اینجا این ضرر کلان داره این نوروزی. انا می کارش ما اصلا زیدی نوروزی نیستیم. نوروزی اگر بشوه در حالتی بشوه یا که یک نوعی بشوه که به مردم ضرر نرسونه، میتونه هر که در خونه خودش بکنه، یا یکی یک نوعی شوه که مجبور نباشه، مردم مجبور نروند به همون جشن. نوروزی عادی، نه اینکه دیگه سطح بین الملل یا که جامعه جهان یا که یونسکو قبولش کرده ما باید بکنیمش. آخه یونسکو برای ما شما مبلغش روی نمیکنه، یا یکی دختراشون اروپا روی کنن، امریکا و روسیه و دیگر دولت‌ها دختر روی کنن برای ما شما یک ماه پیش مشق کنن. میکنن نمیکنن. یگونه مسلمان ترسونچک یا یکی مردمی ترسونچک مایم که دخترامون اجازه میتیم برین با بچه‌ها رقص بازی کنین یا که مشق کنین، برین که جای میرین. دیگه ملت‌ها این اجازه نمیتن با دختراشون با فرزنداشون که برای جشن‌ها بروند هر کاری که میخوان حکومت راهنماییشون کنه. خب بعد جشن نوروزی یک ضرر دیگه هم همین است که رسخود، مصرف. گفتی ابلیس اومالی صرفه و سرشتکاری نیست، اسرافکاری ای، رسخودی به معنی ای. بودجه دولت ما میگیم یا که فوند دولت یا که وزارت مالیه کجا را نگاه کرد، رئیس وزیر مالیه فخرالدین قهارزاده خطا نکنم نام نسبش حرامی هم برای ما در کار نیست. برای انمی جشن از همون کمیته مالیه یا که وزارت مالیه مبلغ جدا می شود، شاید با مبلغی $500,000 جدا شود. شاید من کم بگم یا زیاد گفته باشم، شما توغریش هم میتونین که در زیر نوار بنویسین. حتما جدا می شود مبلغی بزرگ به خاطری که جشن یعنی عالی و با شکوه و وایما بگیریم. ده همین دیکتاتورها دوست میدارن وایما را. وزارت مالیه در اینجا خیانت کرد. وزارت مالیه یعنی مبلغ با یک راهی یک علاوه پرتاف. این همین جشن میگذره دیگه، او
اما دو کامera و دو نوار میمونه و تمام دیگه هیچ ما او فایده نمیبینیم. یعنی جشن‌های بی‌معنی، رسخودهای بی‌معنی وزارت مالیه در اینجا خیانت و سهمی بگیم حرامش گذاشتگیه. بعد از او یک ضرری از درس قفا، از علم، از فکر، از کار بر بعضیش قفا میمونن، میکشن، مجبور میبرن شون که برین تمرین، مشق، مارشروفکا برین. حالا اون که وزارت معارف و علم نگاه کنین، معارف و علم یکم مسئول وظیفه داره که تمام طلبه ها را به علم، به دانش، به سواد سفربر کنه یا که راهنمایی کنه یا که درس بتاو تبلیغ کنه، یعنی راهنمایی کنه. وزارت معارف نباشید نه یک پسی دیگه امام زاده های یا یکی یوسف امام زاده های، اینه کل حرام نگاه کنین. وزیرها علیش میشن، اما بیرحمی نسبت طلبه ها، همو بی‌پروایی، بی‌مسئولیتشون در جوشن. خب نگاه کنین وزارت معارف در اینجا گناهکاره. وزارت معارف باید که طلبه ها را نگذاره که به مارشروفکا بروند. باید که طلبه ها را به علم نگاه کنین. وقت ساعت خوندن شونه میرن یک مشق میکنن، به خاطر 2 ساعت در پیش عملی رقص بازی کنن. برای 2 ساعت او معنی نداره. آخر رقصش چی معنی داره؟ چی فایده دید؟ آیا گفته های خداوند است یا پیامبر اسلام؟ مسلمانین برای همین سوال دادم. دیده باشین در همین جشن نوروزی همش لباس یگانه داره. یک نموده مثلا کرتای سفید، یوبکای کبود دخترها، همه لباس یگانه، یا ریاد همه لباس کبود، یا طرفش هم سرخ، یا طرفش هم سبز. کره شمالی شنیدگین؟ نشنیده باشین حتما بعد از زمین نوار یک بدروین یوتیوب دا بنویسین کره شمالی مردم شبینین. نگاه کنین مردم هم مجبور میکنن یک نمود لباس پوشین و حق ندارن که دیگر لباس پوشن. یک فریب دیگر، یک بهانه دیگر افته. این حرامزاده امام علیه لعنه فرهنگی قدیما میگن. ما فرهنگ قدیما دا یاد نداریم که این خیلی که لباس های ایو میگن ما هم خیلی لباس داشته باشیم. در فرهنگ ما اینا کدام شما میگن که ماما بابا نمیدونم گذشته های ما هم خیلی لباسایی که حوزه تبلیغش داره همتری باشه؟ نه خیلی بیناموسا ها میگه که هیچ کنه میکنه. راسته اینه که آدم با ناموس، با ایمان، تاجیکی توزه قبول نمیکنه خیلی لباس ایتری فرهنگ ایتری بیمانی گیره. بعد یک چیز دیگر هم هسته که اگر همین جشن نوروز هم میگیم که جشن ملی فرهنگی قدیمه که تاریخ 5-6 هزار ساله داره، در همو این بابا و مامان یا که گذشته هم باشد در همو سالهای گذشته همو پیشینه آیا هم خیلی دانشگاه بود، هم خیلی طلبه ها میرفتن یک متعیاری میدیدن و مشق گشنگی و هم خیلی عیش اشتت بگیم که عشق مشقی میکردن. نمیکردن. این کارا این 10 ساله اخیر در رحمانوف براورد، یعنی ما داده کرد برای که اخچه میفوره، کیف صفا میفورش، رقص بازی را میفورش. برای هم گفت که بیم همی را بکنم ده ببرم در بین مردم بجنبان و دنباره. این کار هم رحمانوف خودش کرد. نقطه دیگر هم هست که همه جشن هایی که حاضر میشه در تاجیکستان، این نوروزی در همه شهر ناحیه ها رفته استه. همین را میدونن که کی مبلغ گذاری میکنه. اون نفرایی که در ایرپورت در روی زمین خوان کو اونم مبلغ گذاریشون میکنن. تا امروزه از این بابت کو ببینیم چطوری جشن میگیرن. از این بابت کو ببینیم چطوری جشن میگیرن وقتی که مهاجرا چون در نه بالا گرفتار شدن، نه بیماری ویروس پهن شد، کو ببینیم چطوری جشن میگیرن. در این وقت این نباید خود جشنش هم میگرفت. یا وقتی که تمام جهان از این ویروس ترس داره، احتیاط کار شده، حتی مردم میشن نمیمونه که در کوچه ها فر بگردن، در کوچه ها سیر کنن، بازارها را محکم کردن. بعضی همین کارخانه‌ای که عمومی مردم رفت آمد میکنن من کردن، بعضیش ای خونه برو من نمیمونن به ضرورت. در همین وقتی بگیم که علاوه آتش همین زهر، این احمق به شرف به حاصل به ناموس برومد رقص بازی و
جشنی نوروز تشکیل کرد که حتی دنیا با اولش میخنده. تاکیدش کردن که نکه جشن تایی با فایده ملتت نیست، با فایده کشورت نیست. نگاه کنین این مبلغ می جشن میتونست که ذخیره آرد نمیدونم روغن کارتشکا پیاز کنه، حالا که نداریم. تاجیکستان نداره ذخیره. این مردم اگه خدایشون نتاگنه روزای بسیار وزمین با بالای شما میایی را فراموش نکنین. روزای وزمین ترین با بالای سر شما میایی. عقلکش مایزده عقل نداره. یعنی کیف صفوش هم میدونست سوم جمع نمیکرد، ذخیره بگه بخچه جمع میکرد. این گایم من معنی نداره که با بخچه جمع نمیکرد، با ملت سوم جمع نمیکرد. یعنی امو بودجه دولت یا یکی ذخیره که ما داریم باید امو آرد روغن هم ازوخواری باید جمع که باشه. چندین ساله نداریم ما. اینا ببینید که یک درد یک بلا زد تاجیکستان هم بزنه، اگر مردم یک اورک نه آرد روغن شکر بشوه، یک روز دو روز یک هفته دو هفته میتونن مردم تامین کنن. بچ کمک کنن. دیدین ای مایزده الکش پیونسکا ای خیلی فکر را در خیالش نمی اومد. با فکرم حتی دنیا را پیسه نکرد، جورتا قصدن همین جشن نگرفت تشکیل کرد و اول هم دوام دادیسن. گوشتینگیری دخترک خشرو، موی خشرو دار، کرتای خشرو همین خیلی تبلیغ دارن در کوچه. و همین را فراموش نکنید که سهم یعنی جشن ها را مهاجرا گرفتگیان. یعنی مبلغی یا سومی مهاجرا بود که این همین جشن ها تشکیل شد و امروز در نو کوچه ها خوان، در واگن ها، در پدوالا، در نو خیابان ها میگردن. جناب عالی شکرانه و صبر پرواشون نداره جای رقص بازی. شما اینجا پول روی میکنین. یعنی در عموم مهاجرا همش، نه تنها اون نفری که در کوچه خوان، نفری که جای کارشون خوبه، شرایطشون خوبه، یا حتی پاسپورت دارن، خونه دارن، ماشین دارن، همواره هم در اینجا گناهگارن. هممون ما پول روی میکنین، در اونجا رقص بازی کنین، بخرین بگردین. اونم چند روز؟ 2 روز 3 روز. برای رقص بازی اینها ما از روسیه یا که از قرقیزستان، قزاقستان یا که اروپا پول روی میکنیم. یعنی مردها برین در بیرون کار کنید، زنها در اختیاری حکومت ببرین رقص کنن، بدوین اونجا در پیشوا پیشواز بگیرین. بفراتون که همین رژیم نابود شوه، همین رژیم ای باید بروه، پول تماما روان نکنید به تاجیکستان. با یک چیز دیگه هم هست که همین کدام کشورها جشن نوروز یا که یگان جشن کلان دارن رنگ ما و شما، کدام کشورها دارن؟ اگر داشته باشن وضعیت یو چه خیلیه، وضعیت اقتصادیشون یا که کشورشون در کدام حالت قرار داره. ما را تا امروز دولت یک فقیر زده میشناسن و واقعا هستیم. دولت فقیر زده بیچاره گداییم. ما هم خیلی ما نمیشه ما بگیم که ما همه بالیم. ما در بیرق دراز داریم، کتابخانه کلان داریم. چی میگن نه سومنکای بونه یک کارگر تشکیل کردن، یک خدایگه ای رحمان فهم چیزی دراز دوست می‌داشته. این خیلی چیزای بیمانی ما زیاد داریم یا هیچ فایده ندارن. نکی همون دولتایی که ما شما را پول میتنه، یاردم مبلغ میگن شما کم بغلین، همین جشنای ما میگیرم همو ایزو میکشن با فیلم که همو گرفتن نمیتونن همین جشنا را. به خاطر چی؟ و فکری عقیب شونه میکنن که مبادا ما با اسرافکاری با بیمانگی دست بزنیم که روز شب که مردم ای با این برای که مردم با میدونا ببروی گشنه و داد فریاد چون با آسمانا بلند شوه. اگر نمیتونن اونا جشن بگیرن، نه که عقیب شونه فکر میکنن یا که آینده شونه. و یک چیز دیگر هم یادم زد، دپوتاتایی که گویا مردم انتخابشون کرد، اونا بختیار خدازاده برآمد گفت که 2,398,064 نفر یا که 2 میلیون یعنی بیشتر همه با حزب حاکم آواز داد. خب حزب حاکم در آواز داد، اینا بگذار گپ شما اگر راست باشه این دپوتاتا برای چی ان قانون نمیبرن که یا که صداشون نمیبرن در این حالت که این کودکا را یا که مردم با تشویش نیارین. یک ماه دراز دوده و پروپر که 2 ساعت خرسندی کنیم، بجنبونیم 2 ساعت، بلرزونیم 2 ساعت. مردم در بگیم اونو طرف آخه آوزا دیدین چه خیلی
مردم گشنه تشنه مراجعه داد فیغال شکایت ها گریه ها زندان در شکنجه ها یا رقص بازی خرسندی کنه که دنیا همیای زندگی همیای خوشبختی همیای آبادی و زیبایی دمیای ایتری نیست زندگی زیبایی خوشروگیش خوشبختی در ایتری جشن نیست. در سال 2016 جشن وحدت هم خیلی مارشروفکا بود. یک دخترکی طلبه مکتب 16 ساله از دنیا گذشت در وقتی مارشروفکا در همون استادیون وحدت. یک روز بعدش در همونجا رفت رحمانوف رقص بازی کرد. ببینین جسد همون کودک از همونجا نو برآمد. همون مادرش پدرش اهل اولادش یا که همسایه‌اش فکر میکنه که همون نوروزی و یا که همون وحدت همون جشن در نظرشون شوم نشید بد نتوف خیره و تاریک تنگ نتوف. وقتی اینو رقص بازی میکنن شاید در اطراف همون جشن همون کنسرت یک نفر فوت کردگیه مردگیه بگذار با مرگ طبیعی نبگیم دکله ای یا که بخاطری نه مرگ طبیعی خیلی میشه او مرگ در پیشه جسد در پیشه او غم داره ولی رحمانوف بسیار تنه میکنه که ما داد فیغان میگیم در جنازه ها او یا یکی کودکو رو میترسونیم خواتیر میکنیم. آخه این جشن خرسندی که میکنی در یک ولایت میشه که در شهر یک برابر قشلاق‌های دیگر یا که محلهای دیگر در آواز سر صدای بیمنی میره و شاید در خونه یک نفر غم داره گشنه هزیقه مرگ داره چی میشه حالی او خرسندی رقص بازی تو بالاتر ای غمی میلاد ای دردی میلاد ای بحر زندگی ملت ای احترام شما ما بعضی گپای سخت‌تر نمیگم ملعون اومدی ده برای همین اینا نوروز تمام شد اینا یک ماه تغییر دیدن رقص بازی دو یک ماه دم میگیرن ماه مای ماه اپریل دم میگیرن ماه مای با مارشروفکا سر میشه با دو پروپر با بدو اتوبوس را اینجا بیار دخترا را اینجا بگی بیار بچه‌ها را اینجا جمع که او چای فلانی بدو دختر تبته ما بریم برای چی مارشروفکا مشق او جشن وحدت ملی داریم 27 ایون یک ماه پیش با تیار میبینن با جشن وحدت تمام شد با یک ماه دم میگیرن ماه ایول دم میگیرن با اوگوست با سر میکنن مشق با تمرین مارشروفکا چی استقلالیت داریم جشن بزرگه ایرا باید در سطح بین الملل باید عمومی جهانی شود. دیدین یک مدام میگیری یک مو میدوی مارشروفکا برای 2 ساعت با یک مدام مورا هم خیلی سال تا سال ای جشن بای جشن ای جشن با او جشن هم خیلی میدونن بگیم که فکرای مورا ذهنای مورا همه حواس هاش مورا با جشنو مشغول میکنه که ما دیگه در فکری زندگی بهتره که دیگه فکر نداشته باشیم که خطر بر رژیم داره. ولی نه ویروس اینه وبایی بگیم که دنیا را همه را ترسون کرده همه احتیاط کار شده یا در پی بگیم که برطرف کردن ملتش ایمی وبا شده همی درد ایمی ویروس شده اگر در تاجیکستان رفته و آمد شاید که بعد با بهانه انمی ویروس سر راهی انمی جشن‌ها گرفته شود با بهانه انمی ویروس اگر نه این مردم ما و شما اینا ببینین چند سال شد اگر 10 ساله آخرش نگاه کنیم دیگه او سالش نگاه نکنیم فقط کار میکنه رقص بازی کنسرت خرسندی دو پروپر آخه زندگی این نیست شما یک بار فکر کنین شما آزاد به دنیا اومدین یا یکی در وقت گوش شما امام پیشوای ملت شما تولد شین به دنیا بین این خیلی گپ گفتگی نبودن شما را در گوشتان از آن گفتگی بودن که خدا بزرگه شما آزاد به دنیا اومدین شما پیروی شیطان نکنین این امام این ابلیس این شیطان این مکار این بازینگر این دشمن این هیچ وقت با فایده شما با برای بهبودی شما این کار نمیکنه گپ نمیزنه هیچ حرکت نمیکنه یک قدم حتی نمیزنه این ای یک شاید زیادتر صحبت کردم صحبت زیاده اگر ساعتو گپ بزنیم برای این ملعون هم وقتمون صرف میکنیم هم
بگیم که به تاثیر میمونه، اما برای شما مردم تاجیکستان این همه قدرش به فکر بسنده بود که ما باید که به همین جشن‌های بمعنی خاتمه بدیم، خاتمه بمونیم دیگه. در این جشن‌ها دخترها، بچه‌ها، مادرها، پدرها روان نکنیم، خودداری کنیم تا اینکه این جشن‌ها ای بین بروند و ما و شما بتونیم که برای این جشن گرفتن بهتر میشه که در یک ماه شاید یک نفر یک کتاب میخوند، یک نفر اگر کار میکرد صاحب چند قدر مبلغ میشه. در این جشن‌ها میدونه که کسی را معاش نمیتن، کسی را علم نصیبش نمیکنه، یک ماه بروه صاحب علم شو автомати. یا اینکه ای جشن گرفتن ما نمیتونیم که بگیم که تمام تاجیکستان یک قدم با پیش ما در پیشروی و در ترقیات تکنیک، برعکس یک قدم نه صدها قدم قفا مون برای مصرف های بی‌معنیش. در اینجا سخن ما به آخر میرسانم. خداوند قادر و یکتای خوب به همتا ما و شما را هدایت بگردانه و از گمراهی و از ضلالت نجات بده. آمین و رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.